یه نکته توی ریاکت که خیلی از دیولپرها ممکنه ازش خبر نداشته باشن، همین ما میدونیم توی ریاکت هر وقت یه کامپوننت توی بادی یه کامپوننت دیگه قرار میگیره، مثالی که تو اینجا داریم میبینیم کامپوننت چایلد داخل کامپوننت پرنت رندر شده، هر وقت که کامپوننت پرنت به هر دلیلی مثلا این کانت وریبل تغییر کنه کامپوننت رندر بشه، کامپوننت چایلد هم در واقع رندر میشه حتی اگه مستقیما از کانت وریبل استفاده نکنه. درسته؟ موضوع خیلی چیز عجیبی نیست، روش کار ریاکت از اول همینطوری بوده. این رفتار در واقع علت بسیاری از مشکلات پرفورمنس در ریاکت، به خاطر اینکه این کامپوننت چایلد اگه کار پرهزینه و اکسپنسیو انجام بده، رندر شدن غیر ضروری مجددش برای پرفورمنس خیلی بده. حالا اون نکته که خیلی دیولپرها ممکنه ندونن اینه که اگه نحوه کار رو بیایم تغییر بدیم، به جای اینکه بیایم کامپوننت چایلد رو مستقیما داخل بادی پرنت رندر کنیم، اون رو بیایم از طریق چیلدرن بهش پاس بدیم که در یک میتونیم کار رو انجام بدیم. توی این حالت کامپوننت چایلد ری رندر نمیشه، حتی اگه کامپوننت پرنت هم ری رندر بشه. شما میتونید این کانت وریبل رو هر چقدر میخواین تغییر بدین، اما کامپوننت چایلد ری رندر نمیشه. این یه رفتار خاص توی ریاکت، به خاطر اینکه وقتی شما کامپوننت رو به عنوان چیلدرن دارین پاس میدین، اون به عنوان نوعی پلیس هولدر برای هر کامپوننتی که قراره درون کامپوننت چایلد قرار بگیره عمل میکنه. در نتیجه مسئولیت کامپوننت پرنت دیگه این نیست نگران باشه کدوم کامپوننت واقعا داره ری رندر میشه. اگه این مسئولیت بر عهده اون نباشه، باعث ری رندر مجددش نمیشه. این یه پترن خیلی مناسب برای سرور کامپوننت ها هم هست، به خاطر اینکه این کامپوننت چایلد ممکنه در واقع یک سرور کامپوننت باشه که درون یک کلاینت کامپوننت پاس داده شده. بنابراین این یه پترن خیلی مهم و هوشمندانه است برای دونستن که حالا دیگه شما میدونید